أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس گذشته تفسیر بعضی از آیات ابتدایی سوره مبارکه فاتحه را خواندیم تا ایاک نعبد و ایاک نستعین و این نکته را عرض کردیم که ایاک ضمیر هست و ضمیر منصوب هست، مفعول هست، مقدم قرار داده شده و این تقدیم حصر ایجاد می کند، معنای حصر درست می کند. پس ایاک نعبدو معنایش اینگونه نخواهد بود که تو را عبادت می کنیم، بلکه باید با معنای حصر ترجمه بشه. ایاک نعبدو فقط و فقط تو را عبادت می کنیم و ایاک نستعین فقط و فقط از تو استعانت می طلبیم. پس همین توحید که ما کسی را بغیر از خدای عزوجل عبادت و پرستش نکنیم. هر نوع عبادت را هم تشریح کردیم که عبادت چیه. عبادت تذللی هست که انسان و عبد در خودش احساس می کند و غایت تعظیم را در معبود و معتقد است که معبود سلطه غیبیه دارد، معبود بر من تسلط دارد، مالک نفع و ضرر من هست، خیر و شر من هست. با این دیدگاه، با این باور چیکار می کند؟ جلوی معبود خودش را خوار و ذلیل می کند و معبود را تعظیم می کند. این عبادت میشه. اگر اینو برای غیر انجام بدیم، الان این اقسامی دارد. یک قسمش با زبان هست، زبانی هست، یک قسمش با بدن هست، بدنی هست، مثل رکوع، سجده، طواف. یک قسمش مالی هست. اینها را اگر انسان برای غیر خدا انجام بده، مثلا اون مال را برای غیر خدا، خوشنودی و رضای غیر خدا بکشه، با این دیدگاه که او مطلع میشه، اون به من نفع میرسانه، اون از من خوشنود میشه، راضی میشه، این شد عبادت اون غیر. شرک همینه. و اگر انسان دعا را که مخ العباده هست، هو العباده هست، اصل عبادت هست، انسان اگر دعا را برای غیر خدا انجام بده، از غیر خدا انسان بخواهد و غیر خدا را استمداد کند، با این دیدگاه که اون صدای منو میشنوه، از حال من خبر داره، یا مشکل من حل میکنه یا پیش خدا سفارشم را میکنه، خب این شد عبادت اون غیر. و عبادت اون غیر این دعا پس میشه شرک. بنابراین در این آیه مبارکه ما همین خواندیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار اله ما فقط و فقط تو را عبادت میکنیم، غیر از تو احدی را پرستش نمی کنیم. و ایاک نستعین، فقط و فقط از تو استمداد می طلبیم، از تو کمک می خواهیم.
به غیر از تو از کسی ما کمک نمیخواهیم. این هست معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب تا اینجا رابطه عبد و معبود بود، رابطه عبدیت هست و جایگاه خودمون را با مولایمون، با معبودمون، با خدایمون مشخص کردیم. حال به دعا می پردازیم و خواستن هست اهدنا الصراط المستقیم. این روش دعا هست که ابتدا ما خدا را با کلماتی حمد کنیم، ثنا کنیم، تعریف کنیم. ما مثلا اگر به زبان خودمون دعا می کنیم، خب از سوره فاتحه یاد گرفتیم خدایا تمام تعریف ثنا برای تو لایق است، خدایا تو خالقی، تو مالکی، تو به من همه چیز دادی، همه وجودم از تو هست، اولاد به من تو دادی، مال به من تو دادی، عزت تو دادی و جایگاه تو دادی. همه را انسان اول حمد و ثنا بکند و بعدا جایگاه خودش را من بنده تو هستم، من تو را عبادت می کنم، به غیر از تو از کسی کمک نمی خواهم. بعدا خواستش را بخواهد خدایا فلان حاجت منو برآورده بکن. اینجا ببینید به همین شکل الله عزوجل ما را آموزش داده اهدنا الصراط المستقیم. بار الها ما را هدایت کن بر صراط مستقیم، ما را راهنمایی کن بر صراط مستقیم. اهدنا کلمه هدایت آمد. کلمه هدایت به معنای راه نشان دادن هست، گرچه هدایت از نظر لغوی به معنی راهنمایی هست، اما هدایت دو نوع هست. یکی هدایت به معنای اراءة الطریق، راه نشان دادن. مثالش اینه که کسی به شما میگه که آقا خونه زید کجاست، خونه احمد کجاست، شما نشون میدید، شما میگه مستقیم برو، راست بپیچ، منزل چهارم خونهش هست. خب اینو میگه اراءة الطریق، یعنی راه نشان دادن. به این معنی خداوند همه را هدایت کرده، هم کافر را هدایت کرده، هم مسلمان را هدایت کرده. این قرآن کتاب هدایت است. همه را الله عزوجل گفته که این راه من است و اگر غیر از این راه رفتید اون وقت با شما چه رفتاری خواهم کرد. دوم هدایت به معنی ایصال الی المطلوب، یعنی طرف میگه آقا فلان خونه کجاست، دستش را میگیری میگه بیا اینجا کنار من، تو ماشین سوار شو، میبری دم در، میگه این خونهش هست. این ایصال الی المطلوبه، یعنی طرف را به مطلوب میرسانی، به مقصد میرسانی. اینجا که ما از خدای عزوجل هدایت میخواهیم به معنای دوم است که خدایا ما را بر مسیر حق، بر صراط مستقیم ببر و قرار بده، نه اینکه راه را به ما نشون بده. الله تعالی راه را نشون داده، ما میخواهیم که عملا بریم گامزن بشیم، عملا بریم بر اون مسیر قرار بگیریم. خب اینجا که بحث هدایت آمد، تمام اقسام هدایت را هم خدمت شما عرض کنم، گرچه بخشی را قبلا ما بحث کردیم. بعض هدایت دو نوع هست در تقسیم دیگر. یکی هست هدایت فطری و یکی هست هدایت کسبی. هدایت فطری هدایتی هست که فطرتا الله عزوجل به همه داده، همه او را دارند، انسان و غیر انسان هدایت فطری دارند، در فطرت اونها، در سرشت اونها، در طبیعت اونها هست. شما میبینید که یه جوجه وقتی که تخم مرغ باز میشه
میشکند، یه جوجه ازش خارج میشه. این جوجه وقتی که پا میگذاره بیرون زمین را نوک میزنه، دنبال دانه میگرده. کی بهش گفته؟ از کجا میدوند؟ این هدایت فطری هست. بره و بزغاله وقتی که از مادرش زایده میشه میاد پا به دنیا میگذاره، مستقیم به طرف پستان میره. بچه از مادر متولد میشه انسان، اینم دهنش را باز میکند، دنبال پستان میگرده. وقتی که به دهنش میگذارن دیگه خودش میدونه میمکه. این هدایت فطریه. الله عزوجل در فطرت ها گذاشته، در سرشت ها گذاشته. این هدایت اینجا مراد نیست. نوع دوم هدایت مراد است. نوع دوم هدایت کسبی هست. اونه که انسان کسبش بکند با کمک الله عزوجل. این هدایت 4 درجه دارد که این 4 درجه را در مقدمه برای شما عرض کردم. این هدایت درجه اولش اینه که انسان انابت داشته باشد، انسان در وجودش ضدی نباشد، عناد داشته نباشد، ضد داشته نباشد، بلکه انابت یعنی حق طلبی، در جستجوی حقیقت باشد. وقتی که انسان انابت و طلب داشته باشد، خدای عزوجل راه راست را بهش نشان میده. اون راهی که بر او قرار میگیرد اون درجه دوم است، اسمش هست هدایت. اون خدا میده، به وسیله انبیا میده، به وسیله کتابها عنایت میکند، به وسیله عقل سلیم، به وسیله دعات دین. الله تعالی یک سببی، یک بهانه‌ای، یک زمینه‌ای برایش فراهم می آورد که این انسان به مسیر قرار می گیرد. بعد از اینکه به مسیر قرار گرفت، راه راست را دید، خب قطعا این انسان برایش مشکلاتی پیش میاد. یه مسیر نو، یه مسیر جدید، خب مزاحمت هست برایش، تکلیف و اذیت و آزار هست برایش. اما چون که این هدایت را دوست دارد، آماده هست که برای این مسیر هدایت قربانی بده. آمادگی دارد که در این مسیر جان بده، زندان بره، تحریم بشه، تبعید بشه، هر چه بشه همه را تحمل می کند. این استقامت است. درجه سوم که انسان باید خودش از خود نشون بده، سختی ها را تحمل کنه، ناملایمات را تحمل کنه، رنج ها را تحمل کنه. اینو میگن استقامت. اگر از کار اخراجش کردند، اگر نمیدونم تهدید به قتلش کردند، اگر از فامیل بیرونش کردند، یک راه حقی گیرش آمده. مثل اصحاب کهف همین شد با اونها. انشاءالله میخونیم اونها جوان بودند، انهم فتیتون، جوان بودند، آمنو بربهم. در اون محیط بت پرستی اونها یکتا پرست شدند، رب را قبول کردند. و زدناهم هدی. الله میفرماید ما بیشتر هدایتشون کردیم، بیشتر راهنماییشون کردیم. بعدن اونا را تهدید کردند، اونا را گفتند که شما از این به بعد جز اشراف زادگان نیستید، شما حق ندارید لباس اشراف زادگی بپوشید. لباس اشراف زادگی را که اون زمان تفاوت بود، اشراف زاده ها لباس دیگه می پوشیدن، عموم مردم دیگه می پوشیدن، اون لباس را از تنشون در آوردن، خالی لباس شدند، ولی پروا نکردند. آخر پادشاه ضرب الاجل تعیین کرد، اگر تا این مدت بر نگشتید دیگه تمام است، شما رو میکشید.
لذا مجبور شدن ترک وطن کنند، اون کاخها و قصرها را رها کنند. ببین اینه میگه استقامت. به خاطر اینکه ربنا رب السماوات والارض، گفتن رب ما این ربی نیست که تو این اتاقها بت گذاشتید، رب ما اون ربی است که این آسمانها و زمین را آفریده. لن ندعو من دونه، بغیر از او ما کسی را نمیخوانیم. وقتی که استقامت کردند، الله تعالی درجه 4 هدایت را که بهش میگن ربط القلب، گره زدن قلب و قلب را قرص کردن و محکم کردن، این یک درجه ای هست که الله به خاصان عنایت میکند، به مقربان عنایت میکند. اونهایی که در راه الله سختی ها را تحمل میکنند عنایت میفرماید. لذا الله میفرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ما دلهایشون را گره زدیم، ما دلهایشون را محکم کردیم. ربط القلب همینه، ما دلهایشون را محکم قرار دادیم زمانی که آنها استقامت کردند. پس شرط اینه که انسان استقامت کند، ربط را الله میزند و مهر را الله عزوجل میزند. مثال ها این در قرآن زیاد است، انشاءالله میخوانیم. پس این 4 درجه هدایت است. اون چی که اینجا خواسته شده از خدای عزوجل هدایت، از نظر تقسیم اول ایصال الی المطلوب است، از نظر تقسیم دوم که هدایت فطری و هدایت وهبی یا کسبی. فطری که همه ما داریم، میدونیم چیکار کنیم. هدایت کسبی هست که اون کسب میکنیم، کی به ما میده؟ در کسب خدا کمک میکنه. لذا از الله عزوجل میخواهیم که ما را در این هدایت کسبی که به درجات عالیه هدایت ما برسیم، اون از خدا میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، بار الها ما را راهنمایی بفرما بر صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم معناش مشخص، راه راست، اما تفسیرش، توضیحش، ما چیکار بکنیم بر صراط مستقیم قرار میگیریم. اینو قبلا هم عرض کردم، امروز مدللتر عرض میکنم. اینه که ما در عبادتهای خودمون را اختصاص به خدا بدیم، در عبادت کسی را شریک قرار ندیم، برای غیر خدا عبادت نکنیم، برای بت، برای قبر، سنگ، ولی، نبی، فرشته، جن، هر چی باشد پرستش نکنیم، برای هوای نفس، برای ریا، برای شیطان. بعضی ها عبادت میکنن شیطان را راضی میکنند، چون که از طریق این عبادت میخوان چیکار کنند؟ به مقاصد دیگه برسند. الله تعالی در قرآن فرموده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم من با شما مگر عهد نبستم که الا تعبدوا الشیطان، شیطان را عبادت نکنید. انه لکم عدو مبین، دشمن شماست، دشمن آشکارا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پشت سر همین آیه است، هذا صراط مستقیم. ببین صراط مستقیم را قرآن خودش توضیح داده. القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش را تفسیر می کند. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، الله می فرماید فقط مرا عبادت کنید، این صراط مستقیم است. هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم پس توحید فی العباده، فقط خدا را عبادت کردن، کسی را غیر از الله عبادت نکردن. دوم آیه‌ای که صبح خواندم دعوت عیسی علیه السلام بود. عیسی علیه السلام یک تبلیغ مفصلی می کند
آخر میگه ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. مردم الله رب من هست، رب شما است، فاعبدوا فقط او را پرستش کنید، هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همینه، فقط و فقط اینکه الله را عبادت کنیم، بغیر از الله کسی دیگر را عبادت نکنیم. و تفسیر دیگری که از قرآن معلوم میشه صراط مستقیم یه مقداری مفصل هست، در سوره مبارکه انعام هست که الله تعالی چند چیز را یادآوری میکند، حداقل 10 چیز هستند که اینها جزء وصیتنامه رسول الله گفته شده. عبدالله ابن مسعود گفته آیه 151 سوره انعام شروع میشه، الله تعالی 10 چیز را یادآوری کرده، اما در رأس اینها هم شرک نکردن هست و همون هدایت کردن هست. الله تعالی می فرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ای پیامبر اعلام کن بیایید من بر شما تلاوت می کنم چند چیز. 1 الا تشرکوا به شیئا، کسی را با خدا شریک قرار ندهید. 2 و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر نیکی کنید. اینا همه صراط مستقیم هستند، مجموعه اینها صراط مستقیم. 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولادتون را از فقر نکشید، که اونجا انشاءالله برسیم میگیم یعنی چه. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما را غذا میدیم، رزق میدیم، هم اونها را میدیم. 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک کارهای بی‌حیایی نروید، چه ظاهر چه باطن، علنی آشکارا یا به صورت مخفیانه. 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اون نفسی را که خدا حرام قرار داده. این همه محرماتند. صراط مستقیم همینه که از محرمات دوری کن، نفسی که خدا کشتنش را حرام قرار داده نکش. 6 ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم نزدیک مال یتیم نروید، نخورید، خطرناکه. 7 و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، در کیل و وزن خیانت نکنید، قسط و انصاف را در نظر داشته باشید. 8 و اذا قلتم فاعدلوا، هرگاه سخنی میگویید عادلانه بگویید، پارتی بازی نکنید، به نفع خویشاوندانتون به ناحق نگویید. 9 و بعهد الله اوفوا، نسبت به عهد و پیمانهای الهی وفادار باشید، پیمان شکن نباشید، عهد شکن نباشید، چه با خدا پیمان میبندید چه به نام خدا با خلق خدا پیمان میبندید، پیمان نشکنید. آخر بعد از این میفرماید که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، دهمی خودش همین صراط مستقیم است. لذا همه اینها را میگه هذا صراطی مستقیما، این هست صراط مستقیم من. ببینید در این صراط مستقیم هم اعتقادات و ایمانیات بود، شرک نکردن، توحید، هم اخلاقیات بود، هم عرض کنم صله رحمی بود، هم عبادت های دیگه بود. پس مجموعه معروفات را بجا آوردن و از منکرات و محرمات دوری کردن، این هست صراط مستقیم. این تشریح کاملتر و تفسیر کاملتر صراط مستقیم هست که از اون 3 آیه ما میگیریم. پس اهدنا الصراط المستقیم وقتی که من و تو در نماز میگوییم، در سوره فاتحه میگوییم، معنیش اینه که خدایا
بر اون معروفات، از اون محرمات ما را دور بگردان. خب اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. صراط المستقیم شما بنویسید مبدل منه، صراط الذین انعمت علیهم این بدل الکل است. صراط مستقیم کدومه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بار اله بر اونها انعام کردی، بر اونها احسان کردی، اون راه را میخوام. الذین انعمت علیهم، مصداق اینها 4 گروه هستند که آیهش را صبح هم خدمت شما قرائت کردم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. چه زیباست رفاقت اینها، همراهی با اینها. لذا الله می فرماید منعم علیهم 4 گروه هستند: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. اینجا ما می خواهیم که خدایا ما را بر صراط اونها قرار بده، ما را بر راه اونها گامزن بفرما. صراط الذین انعمت علیهم. خب اینها منعم علیهم هستند، یعنی کسانی که خدا بر اونها انعام کرده، بر اونها احسان کرده، بر اونها لطف کرده. باز غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا غیر اون کسانی که بر اونها غضب کردی، المغضوب علیهم، بر اونها غضب فرمودی، ولا الضالین، و نه اونهایی که گمراه شدند، گمراهان. ما را بر راه اونها نبر، ما را بر راه اونها قرار نده. عرض کنم خدمت شما که تفسیر این آیه هم در قرآن موجوده، هم در حدیث شریف. حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه صحابی هست، از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید یا رسول الله مغضوب علیهم کیا هستند؟ مغضوب علیهم یعنی اونهایی که غضب خدا بر اونهاست، خشم خدا بر اونهاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یهودند، یهودی ها هستند. پرسید یا رسول الله ضالین کیا هستند؟ ضالین گمراهان. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود مسیحیانند، نصارا هستند. در قرآن الله تعالی به یهودی ها آیات می آید، به یهودی ها مغضوب علیهم گفته در چندین جا که غضب الله علیهم، خداوند بر اونها غضب کرده، بر اونها خشم و لعنت و نفرین کرده. و مسیحیان را ضالین گفته، گمراهان گفته. پس این تفسیر هم از قرآن مجید تایید میشه و هم در حدیث با صراحت موجود است. بنابراین مغضوب علیهم اینها هستند. فقط یک نکته عرض میکنم که ما تصور نکنیم، یه وقت فکر نکنیم که الحمدلله ما از اونها بدوریم، ما اصلا تصور یهودیت را نمیتونیم بکنیم، تصور مسیحیت را نمیتونیم بکنیم. انسان میگه گاهی با خودش شاید تصور بکنه، بگه خدایا تکه تکه بشم ولی یهودی نشم، مسیحی نشم. درسته، تصور یهودیت و مسیحیت از یک انسانی مسلمانی ممکن نیست. اما نکته‌ای که شاه ولی الله رحمه الله فرموده اون میخوام یادآوری کنم، اون اینه که میبینیم یهودی ها چه صفاتی داشتند.
مسیحیت چه صفاتی داشتن که خدای تعالی اونها را مغضوب علیهم میگه، اونها را ضالین میگه. شاه ولی الله میفرماید اون صفات متاسفانه ناآگاهانه در مسلمانان هست. مسلمانی هست، بعضی مسلمانان هستن اسمشون مسلمانه اما صفات یهودیت دارند، اسمشون مسلمانه اما صفاتشون مسیحیت هست، صفات مسیحیت هست. نامش مسلمانه اما صفات اهل نفاق را، منافقین را داره، صفات مشرکین را داره. درسته هیچ وقت انسان تصور نمیکنه که یهودی بشه، اما این فکر هم باید بکنه که مبادا صفات یهود در میان ما بیاد. صفات یهود چیه؟ بالخصوص بارزترین صفت علماء یهود که قرآن چندین جا بیان فرموده و شاه ولی الله هم اون مورد تأکید قرار میده، اینه که اهل علم، نمونه علماء اهل کتاب و علماء یهود اینه که اهل علم مثل اونها کتمان بکنند، حق را بپوشند، واقعیت را نگویند، بترسند یا اینکه برای اینکه بازارشون کاسد بشه نگند. لذا این صفت یهودیته که ملا دین فروش بشه و ملا حق را کتمان بکند. کتاب خدا را میدونه چی گفته درباره عقاید، درباره سنت ها، درباره آداب، ولی دنبال خرافات، دنبال رسومات، دنبال مسائلی که هوای نفس و خواهشات توشون هست. پس این اسمش یهودی نیست اما صفات یهودیت هست. یا ضالین را فرموده، هیچ که ناراحت نشه. اینجا شاه ولی الله که تشبیه داده 4 گروه را تشبیه داده. یکی ملاها را به یهودی ها تشبیه داده، گفته عیناً همون صفات را دارند. عوام را، عموم مردم را به مشرکین تشبیه داده، گفته مثل همونها رسم و رسوم دارند. سرمایداران و سیاستمداران را به منافقین تشبیه داده، گفته مثل اونها هستند. اونایی که ایمانشون ضعیفه، چه عالم باشه، چه سرمایدار باشه، چه عامی باشه، مثل اونها هستن. منافع خودشون را نگاه میکنن، منافعشون کجا تأمین میشه. و پیرزادگان و آغازادگان را تشبیه داده به مسیحیان که میگفتن دیگه ما پیروان مسیح هستیم، ما به خدا رسیدیم. لذا بسا هستند خواجه‌زادگان که میگویند ما دیگه پشتمون گرمه، ما دیگه نیازی به عمل نداریم. لذا اینها صفات هستند که از همین اهل باطلی که قرآن اونها را مورد مذمت قرار داده در میان ما مسلمانان هستن، باید مواظب باشیم در میان ما نیاند. اینجاست که آخرین کلمات دعایه سوره فاتحه چیه؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بار الها نباشیم مثل آنهایی که بر آنها غضب فرمودی، مثل یهود، و نباشیم از گمراهان مثل مسیحیان و نصارا.